خب در رابطه با نواری که چی نام داره همون سرسخت مسخره باز اسمت در این نوار با رفیقش یک جا نشستن اطراف احکام الهی، اطراف احکام شریعت حرام و حلال سوال و جواب میکنن. با اینا گفتنی هستم که همین که شما صحیفه های خودتان اینستاگرام باشه، یوتیوب باشه، دیگر شبکه های اجتماعی باشه، با این همه فسق و فساد و فجور و مسخرگی پر کردین و نامه اعمال خودتان سیاه کردین، همین رسواگی در دنیا و در آخرت برای شما بسه. از این بدتر و بالاتر خودتان کافر نکنین. مسخره کردن احکام شریعت این کفر است. حلال دانستن آن چیزی که الله در قرآن، یعنی حرام بودن او با آیت قرآن، با سنت پیامبر، با اجماع امت اسلامی ثابت شده است، حلال دانستن او کفر است. کفر انسان کافر میکنه. از این بیشتر در جان خودتان ظلم نکنید. حداقل کمی برای خود رحم کنید. ما میدانیم که شما برای 4 تا لایک 4 تا پرسماتر اومده هستین ناموس خودتان، شرف خودتان، حتی دین تان سودا کنین، بفروشین. ما اینا میدانیم شما با این سطح پایان رفته رسیدین. شما سبب شدین که امروز جوانان تاجیک بد اخلاق شدن و با همون آبونچی هاشون، اونهایی که در صحیفه اینا آبونه شدن. من دیدم حتی یک تاش 76,000 پدپیسچی داره. همین پدپیسچی کار، همین آبونچی ها رو اگر بپرسی 99% میگم مسلمان. خیلی مسلمانی. وای بر حال تواری مسلمان که وقتی که این احکام شریعت حرام کرده الله حلال میدونه، مسخره میکنه، تو باید تماشا میکنی، شاید بخندی، شاید لایک هم مانی، شاید کامنتری هم نویسی. روز قیامت همون عذابی را که الله سبحانه و تعالی برای همین بلاگری بی‌تمیز، همین بد اخلاق، همین مسخره باز وعده کرده است، از حصه همون عذاب به تو هم میرسه اگر توبه نکردی، اگر اتیسات نکردی، نبرومدی از اون صحیفه. روز قیامت به تو هم میرسه. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در کارهای گناه ما همدیگه را کمک نمیکنیم، همدیگه را کمک نمیکنیم. خلاصه گپ همین است. الله هدایتشون کنه. البته ما دعا میکنیم هدایت بیابن، اصلاح شوند و همچنانی که در بین مردم احکام الهی را مسخره کردن، استهزا کردن، همین گونه باید در بین مردم توبه کنن، مسلمان شوند، کلمه عرضه کنن. اونو احکام الهی را مسخره میکنن، نمیتونن بگن که ما نمیدونستیم. تو یگان صحرا در زندگی میکردی، تو تا حال نمیدونی که احکام الهی را، قرآن، دین، احکام شریعت پیامبر استهزا کردن، مسخره کردن این کفر است. در فتاوای خودی ما هست، در فتاوای ظاهریه، همه فتاوا را ببینید، استهزا کردنی الله، قرآن، پیامبر، اینا نمیتونی بگوی اون معذوره، از دین خارج میشوه. گفتی امو رحمتی بابام قبر مردد چی میشی؟ اولش که ما دعا میکنیم هدایت یابی، ولی بگوی که نه من میخوام کنم خیل نعوذ بالله از دین اسلام، خودت تلخیش خودت میچشی. ولی نکن دینی ما را از مسخره نکن، احکام شریعت را مسخره نکن. ما میفهمیم که شاید امروز شما را هیچ کسی چی نمیگه، ولی روز مردن داری و روز میری پیش الله میری برای این کرده ها جواب میگی. الله هدایت چون کنه دیگه. از این بیشتر چی بگیم؟ در پیش ما میبود یک 3-4 شتش میزدیم تا نباشد چوبی تر، فرمان نبرد گاو خر. اینا از امثال همونا هستن. تا در کنج یک دیوال نقپند یا 3-4 شتش نزنن، اینا آدم نمیشوند. این سامی سبب شده دیگه. اینا جرأت پیدا کردن، احکام شریعت مسخره میکنن، هر چیزی خواهند میکنن، هیچ کس اینا را هیچ چیز نمیگه. 3-4 شته بزنن، اگر بزنن منهش 1-2 بار تا بخوره، بعد آدم میشه. الله هدایت کنه. دعا کنیم الله هدایت کنه. الله که هدایت نباشه نیست نابود چون کنه. خب اینجا